апа و خواهرای عزیز مهربانی من همه شما دست سوا شما میخواین که دوزندگی را یاد گیرین. شما پیش همسایه‌تون نمیرین کو، پیش خشت بار، پیش دوگانتون نمیرین کو، پیش دوزنده میرین. راست شما فکر خلاصتون برآوردین میخواین در کمپانی فابریک کار کنین، پیش من میآیین واتساپ دا مینویسین، مراجعه میکنین. وقتی که من شما در راه کار نشون دادستم دیستویتی نمه در همین کار موفق شدیم. شما صبر کنین، همین کار را یاد گیرین. پیش دوگانتون برای مصلحت نروین، پیش خشت بارتون برای مصلحت نروین، هیچ جا نروین. باور کنین شما روین پیش هم دوگانتون گین که فلانچه من آرزو دارم که خانه خداوند رم، یا که من آرزو دارم که ماشین بخرم. هیچ محل وای نمیگه نمیخواد که تو صاحب خانه شوی یا که صاحب ماشین شوی. سیار اونو ایرو میزنن برای همین قضیه. بیاین اپا و خرو هیچ کس گوش نمیکنین. راست پیش ما اومدین صبر و طاقت کدا کارا میآموزین. ان شاء الله شما را موفق میشین. وعده میتیم فقط صبر و طاقت پیشه کنین. کارا میآموزونم یاد میگیرین. یگام چشم بندی نیست. ان شاء الله شما را موفق شده صاحب همه چی میشین. یگانه ارزویی که من برای شما دارم انامین صدقاً من ارزو میکنم که همه شما اپا و خرو که امروز کاری کمپانی فابریک در کمند ما اومدین دعا میکنم در حقتون که همه شما صدقاً موفق شوین. صاحب خانه دار و یک چند تا ماشین ها شوین.